بسم الله الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شدید العقاب. صدق الله العظیم. این آیه کریمه چند پیام و مفهوم بسیار مهمی دارد. از جمله پیام‌ها یک، فتنه در این آیه کریمه به معنای فساد، اختلاف و نزاع آمده. بنابراین بر مردم واجب است که به خاطر جلوگیری از فساد و منکرات با همدیگه کمک بکنند، در برابر منکرات بیستند و از منکرات جلوگیری کنند، چون اگر فتنه و فساد واقع شد پیامدش همه مردم در بر میگیره. کسانی که در فتنه و فساد دخالت هم نداشتند، در نشرش سهم نداشتند و هم در عذاب خداوند متعال گرفتار می شوند. بترسید اگر فتنه واقع شود، این فتنه هم ظالمان و ستمگران در بر میگیره، نتیجهش هم کسانی که در فتنه سهم نداشتن، یعنی خوب و بد، نیکوکار و بدکار آتشی فتنه میبلد. و به این خاطر ابوبکر صدیق رضی الله عنه میگه که وقتی که در جای ظلم واقع شود، اگر مردم دست ظالم کوتاه نکنند، منتظر باشند که خداوند به همه مردم عذاب نازل میکنند. و شما بدانید که عذاب خداوند متعال سخت و شدید است و اگر در برابر فتنه ها، در برابر فساد، در برابر منکرات سکوت کنید، روزی فرا میرسه که عذاب خداوند هم در دنیا و هم در آخرت به سراغ شما میرسد. بیایید به یکدیگر ما ظلم نکنیم و دست ظالم هم کوتاه بسازیم.